شاید تو دنیای هنر ترکیه هیچ سلبریتی تا به الان به اندازه مصطفی ججلی نظر منفی و تنفر مردم رو به خودش جلب نکرده. اما علتش چیه؟ من امروز سیر تا پیاز ماجرا رو براتون تعریف میکنم. دختر و پسر و سلام، به سلبریت سفدا خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی های ترکیه و خبرهای کمتر گفته شده علاقه‌مندید، حتما کانال رو همراهی کنید. ژورنالیستای ترکیه در مورد ججلی نوشتن که این خواننده پاپ با چهره روشن و متین یه شوهر رویایی برای دختران ترکیه و داماد ایدئال برای مادران بود. این یک شوخی رایج در ترکیه برای مدت‌های طولانی بود که میگفتن هر مادری در ترکیه آرزو داره که دامادی مثل مصطفی ججلی داشته باشه. طرفدارهای مصطفی ججلی به خودشون ججلیست میگفتن، مثل همون قضیه تتلیتی های خودمون. اما از این لشکر بزرگ و آتشین الان تک و توکی بیش نمونده، چرا که دروغی که اون گفت باعث شد دروغهای دیگه هم پشت سرش بگه و ضربه نهایی با ادامه داستانی که الان میخوایم بگیم به طرفدارانش زده بشه. اما مهمترین علت تنفر مردم ترکیه از مصطفی به خاطر اعلام او مبنی بر طلاق دادن همسرش یعنی سینم گدیک و ازدواج با سلین ایمر هست. ولی خب اشکال کار کجاست؟ خیلی یه روزی طلاق میگیرن و دوباره ازدواج میکنن. پس اشکال کار مصطفی ججلی کجاست که اون رو از اون محبوبیت به جایگاه الانش در بین مردم رسونده؟ خب همراه هم باش تا بشنوید. مصطفی ججلی سالها در ترکیه به عنوان سالمترین و خانواده دوستترین سلبریتی مطرح بود. در حالی که دوستانش با نوشیدن مشروبات الکلی خوش می‌گذروندن، اون تو خونه زیر پای خانواده‌اش نشسته بود. همه دروس اون عالی بود و میزان احترام اون به پدر و مادرش همونطوری بود که ازش انتظار میرفت. ججلی آدم به شدت دین مداری بود. البته بعد از رسواییاش الان دیگه باید گفت خیلی ادعای دین مداریش میشد. همیشه در مورد خدا حرف میزد. همیشه میگفت باید انسان خوبی باشیم و وفادار باشیم. در حدی که در برنامه‌های ترکیه که مثل سمت خدای خودمون هست ازش دعوت میشد تا در مورد مباحث دینی صحبت بکنه. ژورنالیست نشریه حریت می‌نویسه که اگر از مادران ترکیه بپرسید بیشک میگن به من چنین دامادی بدید. و خیلی از دختران ترکیه که به شدت طرفدار ججلی بودن و خودشون رو ججلیست مینامیدن میگفتن میخوایم وقتی بزرگ شدیم همسری مثل مصطفی داشته باشیم، یعنی مردی که در عین معروفیت و محبوبیت بسیار و همسر و زندگی خودش بسیار وفاداره. Bas bas bağır adımı, duyan yok feryadını. ججلی حدود 9 سالی بود که به دور از انظار عمومی به شکلی متواضع ازدواج کرده بود و صاحب فرزند زیبایی هم بود. اون حتی همسرش رو به کنسرت ها می برد و بدون اون پاش رو بیرون نمیذاشت. اما بعد از 9 سال اتفاقی افتاد که همه رو شوکه کرد. نمیدونیم به خاطر بحران میانسالی بود یا ظرفیت پایینش، مصطفی ججلی کم کم شروع به تغییر کرد. بنابراین ابتدا اکستنشن مو انجام داد. بعدش به خودروهای آخرین مدل علاقه‌مند شد، اما البته دلش همچنان با کسانی بود که دوستش داشتن. وقتی این خبرها پخش شد، مصطفی به طرفدارانش دروغ گفت. وقتی که عکاس‌ها سوار بر ماشین فراری شکارش کردن، اون گفت که فراری مال خودم نیست و یکی از ژورنالیست‌ها در این مورد میگه صاف تو چشمامو زل زد و دروغ گفت. اما طرفداراش ترجیح دادن که حرفاش رو باور بکنن. خب همونطور که میدونید هر دروغی یک روز آشکار میشه. دروغ مصطفی ججلی هم از این قاعده مستثنا نبود. بعد از مدتی خبری درز کرد که گفتن زنی همراه با ججلی بود که همسرش نبود. این بار مصطفی که تحت فشار قرار گرفته بود قضیه ماشین رو قبول کرد، اما زن رو نه. یک دروغ کوچیک مانند کوه شد و دروغ‌های دیگه ای رو تولید کرد. مصطفی ججلی این قضیه رو این بار اینجوری توجیه کرد: من ماشین فراری رو در حراج خریدم و اون خانومی که در ماشین کنار من بود همسر رئیسمه. در همین گیرودار دروغ‌های ادامه‌دار مصطفی ججلی بود که اعلام کردن به طور ناگهانی مصطفی از همسرش جدا شده
و در واقع همسرش رو طلاق داده. مردی که تا همین 2 روز پیش از ازدواجش، عشقش به ازدواج و عشقش به همسرش صحبت کرده بود، این بار گفت از سبک همدیگه خوشمون نمی اومد و این باعث عدم آرامش و عدم تفاهم تو زندگیمون میشد و تصمیم geriftیم ki az همدیگه به راحتی جدا بشیم. Özel bir ödül gecesine gidiyoruz. Mustafa Ceceli ve eşi Selini Mer yanımızda. Geceye geç hazırlanmış Mustafa Ceceli, eşi Selini Mer. ماجرا اما به همینجا ختم نشد. داستان اونجایی جالبتر و عجیبتر شد که دقیقاً 45 روز پس از طلاق از همسر اولش با سلین ایمر ازدواج کرد و ضربه نهایی رو به طرفدارهاش زد. تصور بکنید حال طرفدارهایی رو که همیشه میگفتن مصطفی ججلی مرد زندگی و وفادار به همسرش هست چطور میتونست باشه. عصبانیت مردم ترکیه و طرفداران مصطفی از اون به این برمیگرده که احساس میکنن به شعورشون توهین شده و فریب حرفهای به ظاهر خوب مصطفی رو خوردن. اونها که همیشه فکر میکردن مصطفی ججلی هنرمندی هست که همزمان به عقاید اخلاقی پایبنده، در واقع اونها رو فریب داده. مردم میگن که ججلی عالم بیعمل بوده و خلاصه به نظر نمیرسه که مردم ترکیه حالا بتونن اون رو ببخشن و یا حتی محبوبیت قبلیش رو در بین مردم به دست بیاره. و اما از اون ور داستان بشنویم. بعد از این اتفاقات مصطفی ججلی به عنوان مهمان ویژه به شبکه کانالی ترکیه دعوت شد و مجری برنامه ازش درخواست کرد که به طور کامل در مورد جریانات زندگیش حرف بزنه. مصطفی گفت ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم تو 4 دیواری مردم چه خبره و توی زندگی شخصیشون چی داره میگذره. منم همین شرایط رو داشتم و مردم از اصل قضیه خبردار نبودن. اون در ادامه گفت که من فکر میکنم مردم صرفاً به خاطر شخصیت معتقد من نسبت به این اتفاقات واکنش بیش از حد نشون دادن و انگار یه جورایی نمیتونستن به خودشون بقبولونن که این جریانات میتونه واسه من هم اتفاق بیفته مثل هر کس دیگه ای. از طرفی مجری تأکید کرد که من یادمه زمانی که هنوز تو ازدواج اولت بودی گاهن تو خبرگزاری ها سعی میکردی حقیقتی از زندگی شخصیت رو بگی که مردم چیزی ازش نمیدونستن و حتی تأکید kerdی که همسر دومت هیچ نقشی تو تموم شدن زندگی اولت نداشته. İnsanlar 4 duvar arasında neler olduğunu hiçbir zaman bilemez. Tabii. Yani şunu da unutmayın, asla bu masada çocuğumun annesiyle ilgili bir cümle dahi kurmayacağım. ججلی تو این مصاحبه گفت من از مردم خواهشم اینه که وقتی از واقعیت پنهانی زندگی من خبر ندارن در موردم قضاوت‌های نادرست نکنن چون بعداً از این کارشون حتماً پشیمون میشن. مجری برنامه میگه در واقع من و بقیه مردم به خاطر شناختی که از تو داشتیم و میدونستیم که انسان عاقل و صبوری هستی انتظار داشتیم حتی اگه تو زندگی مشترکت مشکلی هم داری با وجود بچه کمی صبوری و سازش کنی. و مصطفی جواب میده که شماها نمیدونید ولی مطمئن باشید که همه راه ها رو امتحان کردم و نتیجه نگرفتم. این رو هم خاطر نشان کنم که ججلی تاکید کرد من نه تو این برنامه و نه هیچ جای دیگه در مورد همسر اولم که مادر بچم هست قرار نیست بد بگم یا حرفی در موردش بزنم. از این رو به طور کلی مشکلی که در زندگی مشترکشون داشتن رو بازگو نکرد. مصطفی ججلی همچنین در مورد بچهشون هم گفت که اصلا اجازه ندادم این جریانات بچه رو تحت تاثیر قرار بده و هیچ وقت پشت سر مادرش بدگویی نکردم تا خدایی نکرده تو روحی بچه تاثیر منفی بذاره. از طرفی هم گاهی وقتا که برای دیدن پسرم میرم با مادرش دیدار مختصری دارم ولی نه بیشتر. جالب اینجاست که بعد از پخش این مصاحبه عده‌ای از مردم که در مورد مصطفی ججلی قضاوت کرده بودن از کار خودشون پشیمون شدن ولی عده بیشتر دیگه همچنان روی عقیده خودشون هستن و معتقدن که مصطفی ججلی اونها رو فریب داده و اون چیزی که ادعاش رو میکرده نیست. نظر شما چیه دوستان؟ آیا فکر میکنید که حق با مصطفی ججلیه؟ آیا نبایست در مورد زندگیش قضاوت بکنیم یا لطفاً نظراتتون رو برامون بنویسید. متشکرم که همراه من هستید. مراقب خودتون باشید. مراقب خوبیاتون هم همینطور. خداحافظ.